یک دو روز پیش خبرهای پهن شدند که گروه حماس با حکومت امریکا گفتگوهای مستقیم میکند درباره قطع کردن جنگ در غزه و فرستادن یاری انسانی به مردم محاصره شده ای غزه. این خبر نشان میدهد که دیگر صحبت‌های مستقیم بین پرزیدنت دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیگر نیست، برای آنکه بین آنها نافهمی‌های کلان در مسائل‌های وابسته به غزه و ایران به وجود آمده است. بعد یک مدت کوتاه حماس یک بار گفت که شهروند امریکا و اسرائیل با نام ایدن الکساندر را آزاد می‌کند. این کار همچون یک قدم اول در راه بس کردن جنگ، باز کردن راه‌های گذر و رسانیدن یاری انسانی به مردم غزه حساب می‌شود. اسرائیل در این صحبت‌های مخفی اشتراک نکرده است و در نتیجه روز 12 می حماس رسما سرباز ایدن الکساندر را آزاد کرد. حماس تلاش‌های میان‌روان در قطر، مصر و ترکیه را سزاوار تحسین دانست و به آنها بهای بلند داد. دونالد ترامپ آزاد شدن ایدن الکساندر را یک واقعه بسیار مهم و تاریخی نامید و گفت که امیدوار است که همه اسیران آزاد میشوند و جنگ تمام میشود. دفتر سروزیر اسرائیل مجبور شد که اقرار کند که چنین صحبت‌ها و رازیگی برای آزاد شدن ایدن الکساندر واقعاً وجود داشتند. راهبران گروه‌های مخالف در اسرائیل گفتند که نتانیاهو نتوانست مسئله برگردانیدن اسیران را حل کند. آنها گفتند که خبر صحبت‌های مستقیم بین امریکا و حماس نشان می‌دهد که حکومت حاضره اسرائیل در سیاستش سخت ناکام شده است. سیاستشناسان میگویند که این مذاکرات مستقیم حماس با امریکا نشان می‌دهند که قدرت و نفوذ حماس زیادتر شده است. در حالت‌های بسیار وزین و دشواری که در غزه هست، حماس باز هم قوی‌تر شده است و در صحنه سیاست جهان نقشی کلانتر گرفته ایستاده است.